سلام ای فالوورا. امروز اومدم براتون یه چیز هیجان انگیز دارم. میخوام امروز طراحی سایت انجام بدم و ببینم که آیا واقعا عمر برنامه نویسای فرانت اند تموم شده یا نه. هوش مصنوعی چقدر میتونه قوی عمل کنه. میخوام یه لاگین پیج براتون بسازم. برای همین میرم سرچ میکنم، یه دونه صفحه یه لاگین فقط عکسش رو پیدا میکنم. هدفم هم این هستش که این عکس قشنگی که پیدا میکنم رو با چند تا هوش مصنوعی بیام تبدیلش کنم به یه صفحه وب، ببینم میتونه این کار رو انجام بده یا نه. فقط یه عکس رو بتونه وب کنه و این خب خیلی کار سختیه. مثلا بیام این یکی رو انتخاب کنی، من از این خیلی خوشم اومده و فکر میکنم اگه اینو ذخیره کنم میتونم ازش استفاده بکنم و از هوش مصنوعی مختلف بپرسم که من اینو میخوام. یه اسلایدشو هم اینجا داره میبینیم که میتونیم بعد ببینیم چقدر هوشمندانه تونسته اینو تشخیص بده، چون این اسلایدشو یکم سخته. من اول از این حالت عادی شروع میکنم. حالا بذار من این فایل رو ذخیره کنم، براتون توضیح هم میدم. من قصدم این هستش که همین کار رو انجام بدم، همین که در آینده اینو پیشرفته ترش میکنم. امروز از ساده ترین حالت که یه صفحه وب، صفحه ورود یا ثبت نام ورود یا لاگین بهش میگن، استفاده بکنم. بعدم میتونیم کار دیگه بکنیم. من دارم ذخیرهش میکنم، توی یه مسیر ذخیره میکنم ببینم که بذارین لاگینمون از نوع مثلا JPEG باشه. بعد میخوام که بیام و اول بیایم از کلاد استفاده کنیم. من نسخه پولی کلادو دارم و میام اینجا دستورمو تایپ میکنم. مثلا میگم که میخوام یه صفحه‌ای باشه، صفحه لاگین باشه، من عکس رو برات آپلود میکنم، مثل یه UI UX حرفه‌ای فکر کن و همه اون چیزایی که فکر میکنین. هرچی این پرامپتتون یا این دستورتون قوی تر باشه بهتر عمل میکنه. من اینجا خیلی ساده دارم میگیرم. چرا؟ چون اون حالت وایب کدینگی که خیلی وایرال شده رو میخوام این حسش رو اینجا بهتون بدم. یعنی اینکه فرض میکنم یه نفری هست اصلا برنامه‌نویسی نمیفهمه و عکسم اینجا آپلود میکنم و تمام. میخوام ببینم اگه مثلا یه آدم عادی برنامه‌نویس حرفه‌ای نباشه چیکار کنه. اینجا این اسلایدشوارم میخوام ذخیره کنم به خاطر اینکه بعداً بهش نیاز پیدا میکنم و فکر میکنم که بهتره که این اسلایدشوارم، یعنی عکسای تیکه تیکه که بعد قراره اسلاید بخورم، اینجا اضافه کنیم ببینیم میفهمه یا نه. من دارم سعی میکنم در حد امکان بهش اطلاعات بدم. خب دستورمو که نوشتم و دکمه ایجاد رو زدم، همونجوری که میبینی خیلی سریع شروع میکنه یه صفحه وب بهم میده، چون من خودم ازش خواستم که یه HTML CSS خیلی ساده باشه. حالا اگه شما برنامه‌نویس هم نیستین به هر حال یه چیزایی رو متوجه میشید. خیلی سریع ساختش و میبینین که همه اون المان ها رو تشخیص داد و نکته خیلی خنده‌دارش اینه که فارسیش کرد، در صورتی که من اصلا ازش نخواسته بودم که فارسی باشه. متاسفانه کلاد اینجا چون من داشتم باش فارسی صحبت میکردم، پیش‌فرضش اینه که حتما باید فارسی باشه. من میام دانلود میکنم این HTML فایل رو، چون احساس میکنم که یه مشکلی که کلاد داره اینه که همین دیگه نمیتونین راحت با فایل کار بکنی. ایراد خیلی بزرگه. من فایلش رو دانلود کردم آوردم تا تستش بکنم. همونجوری که میبینین اصلا اومده راستچینش کرده، یعنی کاملا حتی تنظیمات همه چیز بر اساس زبان فارسی و راست چپ هست و همه گزینه‌ها رو هم آورده. یه سری ایرادات ریز اینجا میبینم. به صورت کلی خوب هست ولی اسلایدشو رو نتونست خوب تشخیص بده. من توقع داشتم که اسلایدشو رو تشخیص بده ولی نتونست و سعی میکنم اینجا حالا چند تا دونه عکس اسلایدشو اضافه بکنم و ازش بخوام که یعنی برم توی صفحه کدم و دستی این کارو بکنم. اگه برنامه‌نویس نباشه خب این کارو نمیتونین انجام بدین، خیلی جالب نیست. و من برنامه‌نویس میام اینجا اسلاید رو سرچ میکنم و متوجه میشم که این باکس مربوط به اسلاید شوام هست. اونجوری که من دلم میخواست انجامش نداد و همونجوری که میبینین عکسای من رو اینجا وارد نکرده، به صورت بک‌گراند گذاشته، به صورت پس زمینه گذاشته. یه جورایی هم یه چیز شفاف خیلی زیبایی بنفشش گذاشته، حالت حبابگونه، ولی این چیزی نبود که من میخوام. من میام اینجا سعی میکنم که اصلاحش بکنم و ازش میخوام که بیاد فایلای فرض کنه که من فایلای اسلاید شو هم رو که 3 تا عکس هست و قرار اسلاید بخوره رو کنارش دارم. بعد ازش خواستم که این کار رو انجام بده و عکس‌ها رو به من گفت که بیا بذارش تو پوشه ایمیج. من میام میذارمش توی پوشه ایمیج، همه عکسام اینجا باشه، 3 تا دونه اسلاید. خب
توقع من هست که اینا رو تشخیص بدم. اینا همه من نمیخوام براش وقت بذارم، میام عدد 2 و 3 و اینا روش میذارم که بفهمم که مثلا صفحه 2 هست، صفحه 3 هست، چون من احساس میکنم این قسمت کد خوب ننوشته. میخوام این تست واقعی انجام بدم براتون. لازم نیست شما این کار رو انجام بدین، من دارم براتون انجام میدم، میخوام قدرتش رو بهتون نشون بدم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم برمیگردم توی کلاد و ازش میخوام که اون اصلاحات رو انجام بده. خیلی خب، حالا بذار من اون تیکه از کد رو پیدا کنم و اجراش کنم. همچون که میبینین، ببینین اسلایدها درست شد، فهمیدشون 2 3 4. من اسلایدها رو گذاشتم ولی واقعا دیساپوینتینگه، واقعا ناامید کننده است. من اصلا خوشم نیومد. کلا من خیلی خودم شخصا به عنوان برنامه‌نویس حرفه‌ای با کلاد حال نمی‌کنم. بریم سراغ چت جی پی تی. من قصد دارم که حالا همون کار رو با چت جی پی تی انجام بدم. پس این مقایسه دوممون و یه ابزار جدید هست. توی چت جی پی تی میام عکسمو و اسلایدمو بهش میدم و ازش میخوام و اون دستوری که اونجا داشتیم رو دقیقاً کپی میکنم اینجا، یا حالا میتونید دوباره بنویسینش. من اینجا میگم که یه عکس برات فرستادم که اسلایدشو هم داره، لاگین صفحه ورود و خروجه و یه HTML حرفه‌ای بساز و فارسی دارم براش مینویسم. و خب جالبش به اینه که این یکی تشخیص میده که من دارم فارسی صحبت میکنم، دستورم فارسیه اما متنش انگلیسیه. من قبلا اینو چک کردم و چت جی پی تی معمولا تو این قضیه قوی هستش. همونجوری که میبینین خیلی سریع میاد و تمام چیزایی که لازمه رو میسازه. بعد میگم که فایل دانلودش رو بهم بده که بتونم دانلودش کنم. اینجا دانلودش میکنم و بازش میکنم، یعنی خودش به صورت پوشه بهتون میده اونو. من اونجا اکسترکت میکنم ببینم که چی برامون ساخته. ببینیم این ما رو امیدوار میکنه، ناامید میکنه، چیکار میکنه. وقتی که اجراش میکنم اومد. ببین یه کوچولو حالت ریسپانسیوش خوبه، دیزاینش به نظر من خیلی خوبه. این مشکل ایمیل و پسورد رو داشت و اینجام که اسلایدامونه میبینین. حالا یه سوتی که داده اینجا اینه که مثلا لاگینم به عنوان اسلاید در نظر گرفته بود. حالا خیلی مهم نیست. من اینجا میام سعی میکنم که یه سری اسلاید براش بسازم و ازش بخوام که انجام بده. البته بهتون بگم که کد درست نوشته ها، عکسایی که من بهش دادم کامل نبوده. من اینجا مثلا یه صفحه اسلاید 2 براش میسازم، میخوام بهش بفهمونم که آقا من یه اسلاید 2 دارم و میبینین چقدر راحت تونستم عکس رو انجام بدم. این خودش داره میشه همه چیش خوبه غیر از اون قسمت پسوردش، میبینین مشکل داره. خب بریم سراغ کرسر. من حالا میخوام برم کرسر رو مقایسه بکنم و اینجا میام و همون اطلاعات رو بهش میدم. پس این میشه سومی و بریم ببینیم این یکی چجوری انجام میده. همون دستور رو براش تایپ کردم، فایل رو هم از اون قسمتی که نشون دادم آپلود کردم، بهش دستوراتمو میدم و ازش میخوام که این کار رو برام انجام بده و بهشم میگم انگلیسی باشه دیگه، نمیخوام فارسی ببینم. حالا اون اشتباهاتو اولی کردیم ولی سعی کنین توی دستوراتتون تا میتونین جزئیاتو بنویسین. اگه اشتباه کنه بعد ادیت کردنش خیلی سخته. من خیلی دستوراتم کمه، من دستورات هیچ وقت اینجوری نمی‌نویسم، باید حرفه‌ای بنویسین، پرام نویسی حرفه‌ای رو باید یاد بگیرین. اینجا عکسام میام اضافه میکنم که برام ایجاد کنه. کجا بود؟ داره این دوتا اسلاید اون رو اضافه کنیم و بریم اینجا اسلاید و لاگین و تمام. پس من صفحه لاگینم رو با چند تا اسلاید بهش دادم. ببینیم کرسر چی کار میکنه. کرسر معمولا اینجوریه که چون آیدی هست کنترل داره به همه فایلاتون. من اینجا بذارین رو تنظیم کنم. اوکی. خب بهش اجازه دادم که کار رو انجام بده، دسترسی به پوشه و شروع کرد انجام دادن. خوبی کرسر رو میبینین رو ویندوز من نصبش کردم، کاملا رو ویندوز قشنگ راحت میتونه خودش دسترسی داره به کارهای ویندوز دیگه. یه آیدیه، یعنی محیطی که میتونید توش برنامه‌نویسی کنین. میاد همه چی رو اونجا ایجاد میکنه، خیلی نظم داده بهش، فایل هست، اون فولدر رو ساخته دیگه. من لازم نیست از توی اینترنت دانلود کنم بیارم پایین بعد اجراش بکنم. من خودم خیلی این قابلیتی کرسر رو دوست دارم و من خیلی عاشق کرسرم. من اصلا یعنی از وقتی که با کرسر دارم کار میکنم عاشق شدم دیگه. هیچ آیدی و هیچ روشی به چشم نمیاد متاسفانه. حالا بریم ببینیم خروجیش چیه. زیادی ازش تعریف کردیم، قرار ما رو ناامید کنه یا خوشحال کنه. بریم ببینیم نتیجه چی میشه. بله میبینین که
همه چیز خیلی خوب داره کار میکنه، تنها ایرادش فقط همون اسلاید شو هست هنوز. ولی ببین چقدر قشنگ همه این فاصله ها رو ایجاد کرده، تمام ولیدیشن ها و اعتبار سنجی ها رو داره انجام میده. خیلی من دوستش دارم. میبینین اصلا همه چیز خیلی نچرال، اصلا انگار یه احساس خداگونه بهتون میده. من خیلی واقعا با کرسر حال میکنم. یعنی اصلا تا اینجا هر کی میگه نمیدونم کلات فلان اینا، آره من از مدلای کلاتم استفاده میکنم ها، ولی اینو خیلی دوست دارم. حالا بریم این عکسمون هم اینجا ویرایش کنیم، بگیم اسلاید شوهر رو درستش کن، چون اسلاید شوهر رو خوب درست نکرده. دوباره میام اسلایدامو بهش میدم، چون اون دفعه اول نگاه یه ذره قاطی کرده بود. بهش میگم این سه تا فایل اسلاید شوهای منه، بریم ببینیم. ببین اصلا لازم نیست که خودم برم ادیتور باز کنم و فلان کنم. این فقط دستور میدی، خودش دسترسی داره انجام میده. این بزرگترین قابلیتشه. یعنی من واقعا بعضی کسایی که برنامه‌نویس نیستن واقعا باید روی این قضیه سرمایه گذاری کنن. دوباره اینو نفهمید. حالا بذاریم ببینیم من یه جور دیگه انجامش بدم. برم تو پوشه کپی کنم مستقیم. این نتونست کپی کنم. خودم دستی میام کپیامو انجام میدم، بعد دوباره اجراش میکنم. به نظرم این کارو بکنیم بهتره. من فایلا رو کپی کردم توی مسیر خودش مستقیم و حالا این باز نفهمید، بعد اینکه فایل HTML هنوز مشکل داره بهش وصل نیست. ما مجبوریم که یه بار دیگه دستور تایپ کنیم. اینجا باید بهش بگیم فایلا هست، موجوده، برو ازشون استفاده کن. حالا من خروجی نهایی کار رو براتون اجرا کنم و ببینیم که خروجی چیه. همونجور که میبینین الان عکس هم قرار گرفت و دیگه واقعا میشه گفت واو، واقعا همه چیز عالیه، همه چیز پرفکته، کاملا همه المانا حرفه‌ایه و من به عنوان یه برنامه‌نویس حرفه‌ای خیلی زمان زیادی باید بذارم تا اینو انجام بدم و این برامون انجام داد. پس برنده این مسابقه به نظر من کرسر بود، با اختلاف به خاطر راحتی تو کد نویسی و تمیز بودن خروجی و اینکه تو زمان خیلی کمتری من تونستم به نتیجه برسم. و به نظر من برای آدمایی هم که حرفه‌ای نیستن اگه بایدیش کار بکنن این قضیه، این کرسر بهتر از بقیه هستش. که باید موارد دیگر هم چک بکنیم. حتما من تو ویدیوهای بعدی بررسی بعدیمو براتون میذارم.